به قسمت جدید استیشو خوش اومدین. ونوم بیا تو. ونوم بس نوبت من. به من میگن ونومی، دل نمیدم ونومی، بازه ونوم. جذابترین قسمت فیلم ونوم که تار سیاه نمیزد نه این توفا که میچسبن بهش همون ونوم پرتش میشه، توفای سیاه فضایی. جذابترین قسمتش به نظر من این وضعیت درست نیست آقا، این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. حال کردم باز میخوام. ببین جذابترین قسمت ونوم به نظر من تام هاردیه و صحبتایی که با خود ونوم میکنه. قسمت مغز خوردن چون دوست دارم، چون آره کله پاچه اونم خوبه، اجازه. شکلات هم دوست دارم. آره اجازه. بعد یه سوال خیلی مهمی که من برام پیش میومد اینه که بپرس عزیزم بپرس، چرا تام هاردی همش حالت مستا و الکلیا و دراگیا و اینا رو داره؟ چه الکلیه دیگه. ببین هانکوک یادته؟ آره او خیلی جذاب بود. اونم این ویل اسمیت چرا چک زدی؟ یاد سیلیش افتادم در مرسم اسکار. همش از پیش تعیین شده بود زد که فالووراش بره بالا. واقعا میگی؟ نه الان بزنم بگم احتمالاً، ولی میتونه یکی از دلایلش این باشه. نه اومد بعد گره گلوبالیستا و اینا پولش دادن به سمت اون سیلیو که بزنه. جو خودت نمی‌خواستین کنه دیگه، حالا هر چیزی که هست. خب ببین ونوم اولا که به نظرم یکیش خیلی خفن‌تر بود، خیلی اصلا ونوم دوست خیلی ذوق کرد. ونوم یک خوب بود. بعد ونوم یک واقعا ونوم واقعی شد، چون ونوم رو در اسپایدرمن دیده بودیم. آره ونومی که با آهن شکست خورد. ونوم یک خیلی خفن بود واقعا. اصلا کلا یکا خیلی به نظرم همیشه یکا خوبه. آره به غیر از یه فیلمی که یادم نیست دوش خوب بود، ولی نمیدونم چیه، یه فیلم دوش خوب بود. ونوم دو هم باز هنوز اوکی بود. آها راستی راست میگی، ونوم یک الان گفتی با آهن یادم افتاد. آره اونجوری از بین رفت ونوم. اصلا نداشت اون موقع، اومد به هیوری. آره بعد این ونوم 3 بلند میشه میره منطقه 51. ونوم 3 اسمش ونوم آخرین قره. آخرین قره. آره میره اونجا و بعد یه چیزایی که مثلا منو اذیت میکرد، اولین نکتهش این بود که ما یه سری افراد اصلا نمی‌دونیم از کجا اومدن. آره بچه‌ها یه نکته که وجود داره، کار داشتن اونجا در کارهای مارول، یه کاراکتری مثلا میاد یه بلایی سرش میاد و تموم، بعد 4 سال بعد قسمت اون فیلم رو دنبالش میاد، نمیدونیم این کیه، از کجا ما باید بفهمیم این قسمت قبل حتما ببینی چه وضعیه. چرا اون موقع که سیاه اینم بذار تبلیغ ونوم منو گرفت. بذار خیلی داریم خودمون رو خار میکنیم. آره اصلا جدی صحبت کنیم دیگه. خب ببین من تو کاروند جنوب اصلا فرق بود. کاروند جنوب الان داریم نقد فیلم. پلیس الان ازم بگه پلیس اگه بگیرمون میگونه چی مصرف کردیم. ولی بچه‌ها شاید باورتون نشه بدون هیچ مصرفی اینجاییم. و این نکته ایرسی واسم بهتون بگم، فکر نکنید ما متنی از قبل می‌نویسیم، از قبل همونگه خودمونیم. ببین یه جا از ونوم 2000 years later. دیدی میگم آمادگی نداریم. نکتهش هم داری بچه، برنامه‌های زنده همیشه این اتفاقات توش میفته و ما خودم سر که برنامه زنده بودن یه بار زلزله اومد. آره جدی میگم نمیذاشت تهیه کننده بیام بیرون. به خدا مرگ. گفت نه گفتم اعلام کنم سر برنامه که زلزله، گفت نه نبادم اعلام کنی. خیلی عالیه. خب داشتیم میگفتیم ونوم آخرین رقص.
آها این پیرزنه که سوپرمارکت داشت سر کوچه ونوم اینا چطور یهو اونجا ظاهر شد؟ آره بعد اومد با ونوم رقصید. قسمت رقصش خیلی بچگانه بود. تاکایی زدن با هم دیگه. میدونی منظورم چیه؟ خب اینکه هر کسی به تام هاردی کراش داشته باشه طبیعیه. ولی رو ونوم طبیعی نیست. رو ونوم طبیعی نیست. بعد وایساد اونجا بود باش شروع کرد رقصیدن. بعد رقصش هم خیلی به من میگن ونومی دل نمیدم ونومی بازرای ونوم. بخص الان در 2025 هستیم با این میزان از افکت هایی که وجود داره و ویژوال افکت های تصویری وجود داره با وجود داره اون انگار 20 سال پیش ساخته شده. آره. نه هرچند 20 سال پیش سینمایی بوده مثل هری پاتر که از الان هم جلوتره. من لحظه‌ای من منتظرم ساموئل جکسون و جان تراولتا هم بیان آره. کنن میدونی مثل فیلم فالفیشن. خب بعد از اون ونوم فکر می‌کنم ما خریم ونوم مرده ولی ونوم که نمورده. ونوم زنده است بچه‌ها. ازش مونده. چی میگی؟ آها اینا بده من همونو به سیاه. ونوم داشت منو میگیره. این سالا گیرتت باز شد ونوم باز شد. این وضعیت درست نیست آقا. ولی ونوم زنده است. حالا این ونوم واقعی که نبود بابا. ونوم واقعی آمریکا. فکر کردید واقعیه؟ گول خوردید گول خوردید. قربان دیگه لزومی نداره برای نمک به کشورهای دیگه متکی باشیم. فیلم ونوم رو ببینید واقعا اگه دنبال فیلم‌های سوپر هیرویی و اینا هستید ونوم 1 رو ببینید، ونوم 2 رو ببینید، ونوم 3 و نیم ساعت ازش ببینید. نه ونوم 3 هم ببینید که ببینید چقدر خار شده. آره 7-8 تا ونوم مثل مداد رنگی میریزن کمکش میکنن. آره خیلی عجیبه. آره هر کدوم هم یه سری قدرت‌ها دارن. ما مثلا بهشون وابسته میشیم بعد میمیرن سریع. یعنی اصلا صبر نمیکنه ما مثلا خوشمون بیاد ازش. نه واقعا. بعد این دکتره چرا این کارو کرد؟ مثلا اون دکتر دومیه دستیار دکتره بود. آها سیاه‌پوسته. آره اصلا کجا اونو آورد؟ آره یهو تو جیب همشون تو جیبشون ونوم داشتن. سریع مثلا ببین شما دیگه داستان می‌نویسی یه مرحله رو میری جلو، درسته که میتونی از هر جات بخوای یه چیزی دراری و بزنیش بچسبونیش به داستان، ولی مرده بچه مهمون این قسمت از برنامه‌مون این تام هالنده. تام هالند نه این چیز مال گنوم کی بود؟ تام هاردیه. ببین دو تا مسته یا کن حالش بود. دو تا تام چقدر میتونن با هم فرق بکنن. آن کجا و این کجا. و این واقعا این کجا سلام. تام و جری توش فیلمی بازی کرده بود. توی جرو تامی خیلی عالی. جمع از خنده دگ. نه یه چند تام داشتیم همیشه. تام هنگس. ببین تاما چقدر خوبه. این هالند نظرم تام نیست. نه آره دور انداز. اسمش ادواردی. مایکی خدا برسه به دادت، خدا برسه به دادت، کاری سرت میارم اسمت بره عیادت. آره چیزیه. آره خب بهش نمیخوره اینا باشه. و اینکه فیلمایی که دوست دارید براتون نقد بکنیم این زیر بنویسید. فیلمای مسخره و خفن و اینجوری ننویسید. مثلا نمیدونم فیلم شما نقد اون مسخره که نقد خیلی جدیه. به من میگن ونومی دل سیاه فضایی. ما اینترستلار یه سطحش پایین بود نقدش نکردیم. فیلم مادر نقدش پایین بود نقدش نکردیم. یعنی سطحش پایین بود. فیلم پدر حتی فیلم پدر نقدش نکردیم. مادر فادر رو نقد نکردیم. آیز وایت شات رو اصلا ما نقد نمی‌کنیم. 5 دقیقه نگاه چیه این فیلم‌ها؟ چی هست اصلا؟ هنرپیشه‌اش کی بود؟ کارگردانش نمیدونم. استنلی چی؟ کوبریک. آره کوبریکه؟ فکر کنم. تا فیلم ساخته تا حالا به غیر از اون؟ من بعید میدونم. یک فیلم یا حتی سرگیجه؟ آره سرگیجه. کارگردانای خیلی خفن که امتیاز IMDb شون زیر 3 زیر 2 که اصلا کسی فیلمشون ندیده. یعنی وای به حالت اگر گیرم بیافتی. پیش به سمت بالیوود. وایسا بچه‌ها بذار من خداحافظی نه یه پیشگفتاری داشته باشیم از بالیوود. پیش بحث. منو ولکن صحبت می‌کنیم. Why are you gay? What do you do? You have the important in the Bollywood. اچه بیا پایین. لایک و سابسکرایب و کامنت و اینم فراموش نشه. ما رو حمایت کنید. شماره کار 67 70. ویدیو خودتون رو برای دوستاتون بفرستید. مرسی.
مرسی. به من میگه ونومی دل نمیده. نکنین دیگه این کارو. خیلی زشته. آره جدی باش. آقا مبحث فرهنگ این هفته کو به کو نمیرسد، آدم آدم میرسد. تموم شد. مرسی. خداحافظ. خداحافظ. خدا بس دیگه.